چین با نام جمهوری خلق چین شناخته می شود و لقبش کشور آسمانیه. کشوری بزرگ که در آسیای شرقی قرار داره و پرجمعیت ترین کشور جهان محسوب میشه. چین با سواحل دریای چین شرقی، خلیج کره، دریای زرد و دریای چین جنوبی در مجموع با 14 کشور مرز مشترک داره. پایتخت چین پکن هست و واحد پولش یوان. جمعیت این کشور عظیم 1 میلیارد و 379 میلیون نفره. شاید باورتون نشه ولی در چین 30 میلیون نفر همچنان در غار زندگی میکنند. عددی که در این کشور پیشرفته بسیار عجیب و غریبه. این کشور با قوانین عجیب و غریب توی تنفروشی رکورددار جهانه. خوش اومدین به یه ویدیوی جذاب دیگه. قراره که 5 تا از قوانین عجیب و جالب چین رو بهتون بگم. آخریش از همه جالب‌تره، پس تا آخر ویدیو با هم همراه باشید. یک مدفوع برای کودکان آزاده. در چین چیزهای عجیب و غریب زیادی خواهید دید. این کشور به کودکان اجازه می‌دهد تا در هر لحظه و در هر جای خیابان بنشینند و مدفوع کنند. البته والدین وظیفه دارند که بعد از اتمام کار خیابان را تمیز کنند. البته این کار کمی چندش آوره ولی چینی‌ها خیلی از پوشک استفاده نمی‌کنند. به همین خاطر اکثر کودکان چینی شلوارهای راحت می‌پوشند و در خیابون کارشون رو انجام میدن. 2. کشور غذاهای عجیب و غریب. در چین می توانید غذاهایی امتحان کنید که در هیچ جای دنیا نخواهید دید. این غذاها با رنگ و بویشان دلتون رو میبرند یا جزو غذاهای چندش‌آور هستند. چین کشوری با جمعیت چند صد میلیونی و قدمتی چند هزار ساله عجیب ترین خوراکی های جهان رو داره. گربه ها که در همه جای دنیا از حیوانات خانگی دوست داشتنی هستند، در این کشور یک غذای خوش‌طعم و پرطرفدار به حساب میاد. تا جایی که سالانه 4 میلیون گربه به عنوان غذا سرو میشه. نکته جالب اینه که اکثر ایرانی‌ها با دیدن سوسک فرار میکنن ولی این حشره چندش‌آور از سرخ کردنی‌های لذیذ و محبوب چینی‌ها هست. همین الان لایک رو بزن تا بریم برای ادامه ویدیو. 3. افراد ثروتمند زندانی نمیشوند. ثروتمندان چین به خاطر اعمال خلاف قانون مجازات میشن ولی اکثر اونا به جای خودشون یک بدل استخدام میکنن و برای گذراندن محکومیت خود به زندان میفرستن. 4. توی این کشور خورشید ساعت 10 صبح طلوع میکنه. چین کشوری وسیع با منطقه زمانی متفاوته، اما دولت تفاوت ساعت رو از بین برده و چندین محدوده زمانی رو به یک محدوده تبدیل کرده. تمام منطقه های این کشور ساعت خود رو بر اساس ساعت پکن تنظیم میکنند. از این رو در برخی از منطقه های چین خورشید ساعت 10 صبح طلوع میکنه. کانال رو سابسکرایب کن و زنگولش رو بزن تا از ویدیوهای جدیدمون جا نمونی. 5. ازدواج با ارواح. داستان عروس مرده واقعیت داره. در چین بعضی از خانواده ها به دلالان پول میدن و از اونا میخوان که همسری مناسب برای ارواح مردگان پیدا کنن. ممنونم که تا آخر ویدیو با هم همراه بودید. دوست خوبم، توی کامنت ها برام بنویس که کدوم قانون چین برات جالب تر بود.